آقا خیلی به من گیر داده بودین آیسان رابطه تو ریانا چیه؟ آقا ما از قدیم یه چند بار صحبت کردیم با هم. اونش اونجا، اونا قبلا به شما گفته بودم، اونا اون پنت هاوسش، اونا اون بالا 1 2 3 اون 3 4 طبقه مال اونه. آره دیدم دیشب لیزر انداخت اینجا و اینا، دیدم حاجی منو بیدار کرد. همیشه قلب رو دیوار حاجی می‌ذاره چون اتاق حاجی اون گوشات میخوام. اتاق من سمت چپ، اتاق حاجی مستقیم ته، اون سرایداری مال من چپ. خب بعد یه دونه قلب میندازه چون متأهل دیگه، یه قلب انداخت که یعنی آیسان رو بیدار کنیم. منم از اون وری لیزر انداختم، زدم NA، گفتم نه فهمیدم برو خارکوسی دنبال کارت. خونه‌ش اونجا، همسایه ریانا. این فکر می‌کردی یا چالوس بیام اینجا همسایه ریانا بشم حال کنم سر این اگه بزنم کسخل کنم بچه‌های کالیفرنیا رو. بیا